مقاومت هایی که توی بورد هست یا پایه های آیسی یا پایه های چیپی که آب خورده هست یه مقاومتی به وجود میاد و ولتاژ هایی که قراره توی بورد بیاد، توی آیسی بیاد، توی چیپ بیاد متغیر میشه و حتی امکان داره که چیپ های ما رو بسوزونه. حالا ما تست میکنیم، میشوریم ببینیم مشکل حل میشه یا نه. من یه تیکه بورد رو اینجا برای شما شستشو میدم که ببینید به چه شکل هست. و موقعی که کارتون با شستشوی تینر تموم میشه این بورد رو باید با اسپری ناهید خشک حتما یه بار شستشوی کامل بدید، یعنی اسپری رو روش بگیرید و